جانی بیبیش دیدی لباسا بینا همه چی دمی تلفنه بچم حالا به هم دارم بخرم خمونده شیدم که آه اینا تا تومدستان یکی همه دنیا را خودی دا حالا خطر بسیاری مناسب بعد نتشرین یا چه من چند بار دیدم همین شکلات پوسنکی میتیش و میزنه جگر پیگرش میزنه و پیش میکنه چه جونی من روزا بگه خطر نبرود میکنی هم چه دیگه میان نبره مرا چشم دیدن نکنین خیلی نبره ما جون و جگر مای میوه دل مای پیستا مای بودون مای همه چی مای فهمیدین کم از خطی بخرم و سلامتیش هم میخواییم با پگه کی را زور میاد با هم پگه با نبره بیمارم بازم بزنی رجب علی شمس الدین بداو کی نشی حالا چی تقشیدین میخرین میبیارین کو در روی خونه در روی خونه جون مخیه میمورم برای شعری یک تایوخی یک جونی مایوخی درای نو زناتون او خود میبیارم تو نه اوی زناش ما تدری خونه میبرونه که گشنگه میبرینش موری جو برای کلین اوقات فرستم تیزه ما میبرم جته خواهر بر کودک بینم تو چی کودک بینی چی؟ آدم که کودک تولد کردگی نیست کودک مایده یا نمیبینه با یگام کسل پسل نداشته باشه همون کودک کسل کنی تا اول یک کودک تولد کن و کودک رفته بین کودک بینم تا چی کودک بینی چی؟ را کورپورای خونه کن کودک بینم کودک بینی دکت مانده کن بشین جایی ببیشم اصول مخی خوابی آمدم جانی خوابه اینه اوقات آوردیم رحمت خاله جون اوقات خورو میان تا سخت بندو برامده کارای کن خواب خاله جون خواب 6 روز شد تولد کرگیتا 3 روز در آدم خواب کردی بسر او یه ماه 2 ماه در خونه آچه جان خواب میکنی خیز کار برای خونه کن بسر میان تا سخت بند روی کودک پشان شمال نزنه کودک خواب خاله جون ای جانی بیبیشه امی لباسا بیده ششتین توزه کردین آه خاله جون قشتون ترنگه که قدیلم پر نیست هر دوی تو نه خاله جون احتیاط کنی من نبیرم روینه شرچه شرینه رایده شرینه ما کار شکلینه این جونی ما این مغزی دونه ما این جگربندی ما دخترم دما باوری کرده روی کرده پیش بیبیش اصلی بیبیشو خویی همین شیرینی بسیار نخ ضرر داره اوخی نابود چوی کشه رو که نگو کرم میشنه نبی تو گب نزنی عقل ندارن ای زنوش ما عقل ندارنی مرحمت خاله جون ای چوی خنگه نادیره خیلی چوی گرم دم کرده بیو خواب شد خاله جون شینه نپا جون ما دم میکنم بشینی من دم میکنم کسی که گودک زایده نمیتونه کسی که بچه زایده نمیتونه در این خونه خدمتگاری خونه که رنگی طرفی کودک زاید شیر بچه زاید انا بعد میخره خامیره بعد میخره و خامیره بری بالا خیلی چین جا دم کرده خودانو خور رفتنه یک کودک زایده نمیتونه خیلی چای دم که بیا خواب شد نخوتی پیش خوشه چرا؟ خیلی همی کودک تا نگاه کن خوشا درن کرنش در پیش من کودک گیری هم نکنه آوازاش نگیره با ای تو فایده نیست اما دمو شیر بچه فایده ید چرا؟ نخوش موقع گردانی یکی بود دوانده بیاد میتی یا طبق اوقات میخوره ای من زیاد میخوره این نمیقشده یا بچه زایده نمیتونه یا کودک زایده نمیتونه ما برای چی کلین کرده آوردم ای یک گره که اینه کلین ای خرابه که من ایده که اینه زاید کو با پشتش میگیری چی ما رو نمیفورم محاسبی فرزند باشه ما رو نمیفورم خیلی نبیره داشته باشین شما ما 4 سالشی زندگی میکنم شبی دروز در درون جاگه گیره کرده خوب میرود شبی میکشه که تو سهر خوب نمیرود برای چی؟ برای بفرزندی با شما
духтаруш истода гуфтесин кайк фарзанд худованд кина тамон чикор кунем چه خیلی گام میزد وقتی زنی تو در من گابیاد میتی من پل مول داده آوردم که اوخی هم نبیره زویا و یا شیر بچه زویا اینه چور سوش زندگی تو اوخی میکردم خیلی دم کردگی ایمه را فربیج خوده خواه یک طبقه خود تا میزنه در خونه یا بچه زویده نمیتونه چما شما صافی گپور باری نداشتم که میگی چیکار کنم آجا جان تقدیر الهی جنگ کنم خدوا ندادیست که جا برم دختر رفتم ایجاش رفتم نه دشان بمون نه کلوبش بمون همه ایجا رفتم نشید سرش بتم چکارش کنم اینه شما بگی من خیلی گابیاد نتی یاروی مسلمانی هم نیسته و چجا نگه پا یاروی انصاف هم نیسته دختری مرده که آوردیم باید هم خیلی شکنیم باید گپای گندش بزنیم باشه آه با اجازت شما آه خیزه روین اکش مختون اما پشتی زنو نمیگیرین دویمو هر چیز بزرگ کشیم رو فراموش کن که شمس من راستی گفت باور کنی نکنی دیلم میسوزه میدونی اکا جان وقتی که من فرزندو شدم اکا هم عشقی شدی ریختم اکا هم عشقی غم اکا برای خودت غم انگیز شدم برای خودت اکا دیلم پورا شد که ببین که من دوداری اکای شمسم من فرزندو رو من اکای بیچورای من چندین سال سوی فرزند نمیشه برای همین اکا من همیشه دعا میکنم که خداوند سوی بی فرزندت کنه اکا هیچ وقت ناامید نشه اکا میدونیم خودت میدونی که انسانایی هستن که اکا 15 سال صبر کردن توقف کردن تحمل کردن و خداوند بالاخره آرزوشون رسوندشون فرزندای نازنین یعنی نصیبشون کرد یکی یک چیه اکا حرکت که اکا هرچند مادر سخنای قبیح بگه هرچند سخنای پست بلند بگه یکی حرکت که سخن اینه که دل شبر انجام میده سخن اینه که اکا دل مادر بشکنه برای اون که آینده فرزنددار میشه آینده خوشبخت میشه یکی یک سخنی بعد خودت اکا یک سخنی پست بلند خودت اکا همیشه در یاد مادر میمونه باور دارم انشالله که فرزنددار میشه فقط ناامید نشه من از زیاد میخوام قشنگ شما چه زودی نکنم رجب علی ایبرانی